سمیه حسین‌زاده 36 ساله است. او در شعبه بیماری‌های کرونا ویروسی بیمارخانه شریعتی تهران کار می‌کند. برای وارد شدن به این شعبه او باید نقاب، دو دستپوش، سرپوش و لباس مخصوص حمایتی بپوشد. 40 روز اول پاندمی او پای هم نوبت دار بود و امکان نداشت که خانواده اش را ببیند. سمیه میگوید چند ماه اول کارش به میدان جنگ شباهت داشت. پیرانسالان و زنان حامله می‌فوتیدند. قطعاً تلخ‌ترین زمان برای ما زمانی هستش که می‌بینیم آمار جانباختگان در اثر بیماران کرونا رو به افزایش هست و داره زیاد میشه و هر بار که کسی پیش ما جونش رو از دست میده قاعدتاً عزیزی است از یک خانواده و این درد رو ما هم مثل اونها احساس میکنیم و بالاخص در خصوص مادران باردار هست، مادران پرخطری که هم خودشون و هم جنینشون متاسفانه درگیر این بیماری میشن و جونشون رو از دست میدن. این بدترین شرایطی است که ما کادر درمان میتونیم تجربهش بکنیم که متاسفانه این اتفاق هم زیاد افتاده. طبق اطلاع وزارت تندرستی ایران 60% پرستاران با کرونا ویروس گرفتار شدند. خیلی از همکارای ما مبتلا شدن، منتها مصمم‌تر دارن دقت میکنن، کار میکنن چون خودشون انگار اون درد رو کشیدن و بیشتر سعی میکنن که حالشون بهتر بشه و به مریض ها برسن. حسین‌زاده حالا امکانی بیشتری دیدن نزدیکانش را دارد. اخیراً شوهرش هم مبتلای کووید 19 شد. بله ترس بود. خودم یه بار مبتلا شدم با توجه به زحماتی که همسرم برام کشیدن و تونستم از این بیماری نمیگم یعنی واقعا بیماری بسیار خطرناکیه. خودم اینو حس کردم و واقعا سخته. یعنی واقعا گفتنش شاید راحت باشه ولی من اینو حس کردم. دخترم رو اول فرستادم و بعد اوضاع که خوب شد الحمدلله آوردمش خونه. طبق گزارش‌ها در ایران 1.2 میلیون نفر گرفتار کرونا ویروس شده، بیش از 50,000 نفر فوتیده است. ولی تخمین می‌رود که شماره قربانیان و گرفتاران از این بیشتر بوده. مقامات آمار واقعی را پنهان می‌کند. مشوق اصلی خودم لحظه که در کنارم بودن همسرم بودن، بعد از اون پدر و مادر با من تماس گرفتن، برادر خواهرم و واقعا اینکه به هر حال درسی که آموختیم، تخصصی که داریم و الان زمانی است که باید کمک بکنیم و در واقع از خودمون مایه بذاریم و هر چی که از تمام تلاشمون بکنیم تا کنترل بشود این بیماری. بنابراین الحمدلله من مشکلی نداشتم. حالا سمیه مبارزه را در خانه ادامه می‌دهد.